بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب به ما نظر کن، محفوظ از خطر کن، از شور و شر به در کن، از فتنه بر حذر کن. یا رب به جانب خویش از مؤمنان دلریش، این دشمنان بدکیش بردار از پس و پیش. یا رب به جانب خویش از مؤمنان دلریش، این دشمنان بدکیش بردار از پس و پیش. یا رب به جانب خویش از مؤمنان دلریش، این دشمنان بدکیش بردار از پس و پیش. چون نیست یا الهی ما را دگر پناهی، جز سوز و درد و آهی این قدرتان واهی. الله یا الله، 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 الله یا الله. وین حال و روز و بنگر الفساد پرشر، وین حال و روز و بنگر اندیشه ستمگر، الفساد پرشر با توپ و تانک و لشکر. آمد به دار اسلام چون ابلهان سرانجام، آن بوش و این اوباما از فتنه های ایام. الله یا الله، 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 الله یا الله. در سرزمین افغان بی هیچ جرم و عصیان، در سرزمین افغان مرد و زن مسلمان بی هیچ جرم و عصیان، دان گوش قوم و نادان آماده تیر گشته، کور و اسیر گشته، کودک و پیر گشته، دشمن دلیر گشته. الله یا الله، 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 الله یا الله. اسلام پاک بنیاد بحرین و مصر و راهم، اسلام پاک بنیاد لیبی و شام و بغداد، تونس و مصر و راهم. یا رب نماز و امداد کن شاد مؤمنان را، بین کفر بی امان را. کن شاد مؤمنان را، کن خار کافران را، وین کفر بی امان را، فرعون این زمان را. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا
الله یا الله الله یا الله دور دگر بنا کن باطن ز هم جدا کن وین درد ما دوا کن فاروقی دعا کن دور دگر بنا کن باطل به جدا کن وین درد ما دوا کن فاروقی پیشوا کن ای کردگار داور چون حیدری دیاور یا خالدی دلاور بر امت پیامبر الله یا الله 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 حیف کن تو مسلمین را اسلام نازنین را وین پاک سرزمین را اهل دل و یقین را حیف کن تو مسلمین را اسلام نازنین را وین پاک سرزمین را اهل دل و یقین را الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله یا رب جانب خویش از مومنان بری این دشمنان وقتی بردار از خسوتی چون نیست یا الهی ما را دگر پناهی جستجو در دعایی دین قدرتان وایی الله یا الله 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 رسول من دیگر افتاد و کرد بس افتاده را یاوری کرد و بس زیر دستان نباید شکست مبادا که روزی شبی زیر دست بسا دور و منگی که افتاد و سفت بس افتاده را یاوری کرد و بس دل زیر دستان نباید شکست مبادا که روزی شبی زیر دست مبادا که روزی شبی زیر دست در بلند تکبیر با تشکر از آقای محمد عمر خنبر و فرزند برومند ایشون فاروق خنبر که با اجرای جذاب و بدیع و دلنشین بر رونق این محفل معنوی افزود.